با نام خدای یکتا سلام. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان، ما فعلا قرار داریم در شهر تولوز در موزه شرکت ایروبوس که شما یک دفعه نمور بینین. ما در نزدیک ایروبوس 380 قرار دارم در موزه. بعدتر بریم داخل ایروبوس 380 میبینیم چی چیزا دارن برای دیدنی و جالبیش چی است. دیگه این طیاره مسافربری است. دیگه ان شاء الله پشت سر من که میبینید بنا میبینید او بنا خودش موزه است. در داخل اون قریب 40 دانه وقتی که با طیاره و ورتالیات و چیزا ماندگیه. ان شاء الله با میریم منوار میگیریم. و من گفتم شما یک دفعه از بیرون ببینید پشت سر من که میبینید اون طرف چی است، چی میگن، شرکت خود ایروبوس که طیاره را تولید میکنه. در بیرون چند طیاره ماندگیه مثلا برای تماشا. اینا شما ببینید. دوستان، با کانال ما در شبکه حکیم تیوی سر بزنید، ابونه شوین، تدریس کنین و دوستان فرستین. در روزهای نزدیک پیشکش شما میگردم ان شاء الله. نوار شکل پورای نوار را در اونجا میتونید تماشا کنید. با ما باشید دوستان. دیگه خدا شما را نگهدار باشه. شما را به الله پاک میسپارم تا برنامه‌های دیگر. خداحافظ. سلام دوباره دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. امروز میپردازیم به برنامه نوبتی خود و خدا کند که این برنامه به هر شما پسند بیاید. چنانچه میدونید در برنامه قبلی قسمت اولی برنامه موزه ایروسکوپ شهر تولوز را برای شما پیشنهاد کرده بودیم و امروز قسمت دوم. چون قسمت اول در داخل تالار آثارخانه صورت گرفت و امروز میخوام که بیرون برایم و ببینیم که در بیرون چه چیزها ما رو انتظار است. و این ساختمان سفیدی که میبینید این همان تالار آثارخانه ایروسکوپ می باشد و در بیرون چندین طیاره‌های دیگر برای نمایش گذاشته شده است، از آن جمله ایروبوس A380 که شما در نمارهای خود میبینید، ایروبوس 320 و ایروبوس 340 و در دیگر طرف محوطه بیرونی چندین طیاره‌های خرد و کلان دیگر گذاشته است که ان شاء الله ما میریم همه اینا به نوبت از نزدیک آشنا میشه و این چنین طیاره‌های نظامی هم در بیرون به نمایش گذاشته شده‌اند. دوستان، اولین کاری میکنیم ما بالا میشیم و طیاره ایروبوس A380 مسافربری که در جهان کلانترین میباشد فعلا و اینم از ما داخل میشیم به خود طیاره. از طبقه دوم شروع می شود داخل شدن به طیاره و میریم ببینیم چه چیزها در داخل طیاره وجود است. و چنانچه شما در نوارهای خود میبینید در اونجا دو تا سمالات دیگه یا طیاره دیگه است، ایروبوس 320 و ایروبوس 340 و ما هم وارد میشیم به خود طیاره ایروبوس A380. دوستان، میخوام درباره خود ایروبوس A380 برای شما معلومات بدم، معلوماتی کوتاه. ایروبوس 380 یک هواپیمای مسافربری وسیع دو تبار یا دو طبقه می باشد و 4 تا محرک دارد یا که 4 تا ماشین دارد. بزرگترین هواپیمای سلسله‌ای جهانی است. بلندیش 24 متر، درازیش 73 متر و پهناهی بالها یا پرهایش 79 متر را تشکیل می دهد. این طیاره مسافربری تقریبا از 525 نفر تا 853 نفر مسافر را در یک وقت پرواز جای می دهد و بدون ایستگاه این طیاره می تواند پروازهای بدون توقف را تا 15400 کیلومتر انجام دهد. در سال 2021 پس از برآوردن 251 هواپیما استحصال این مدل قطع کرده شد. تهیه ایروبوس A380 تقریبا 10 سال طول کشید. به نقشه گرفته شده بود که ایروبوس نو در دو ورسه فروخته می شود. مودیفیکاسیون ایروبوس A380-800 در ابتدا برای انتقال 853 مسافر، یعنی 538 مسافر در صحن طبقه اول و 315 نفر مسافر در صحن بالا یا در طبقه بالا، در کنفیگوراسیون یک صنف اکونوم نیز طراحی شده بود. دوستان عزیز، چنانچه مشاهده دارین در داخل طیاره چندین مغازه ها هستند، از قبیل مغازه جواهرات، مغازه عطریات و چیزهایی که بسیار اکسکلوزیو هستند و خیلی هم قیمت هستند
در اینجا به نمایش و به فروش گذاشته شده است. و ببینید یک دفعه شما دوستان مغازه را خیلی هم زیبا هم هست. و این چونین در داخل تیاره جای برای جلسه، جای برای ملاقات برای شخصانی که ویپ هستند، نگاهی قبیله وکیل ها، دیپوتات ها، نماینده های طبقه های بالا در اینجا میتونن چندین ملاقات ها را بین خود و مشارکت بگذارند. و میریم قسمت بالایی یا قسمت بالای تیاره رو ببینیم. قسمت دوم که چه چیزها داره بالای تیاره. و اینجا شما چنان میبینید جای استراحتگاه هست، زان آدیخ و چندین کوچ و نمیفهم دیوان به خاطر چی استراحت گذاشته شده است. و اینچنین اینجا بار هم هست یا برم هست. در اینجا میتونین مشروبات ها یا که نوشاکی های دلخواه خود را فرمایش بدهید و نوشیجان کنید. اینو ببینید دوستان، خیلی هم جای دیدنی و زیبا هم هست طبقه دیوم. ما میریم میده طرف جای مسافربری. اینها جای مسافربری هستند. و دوستان عکس نگفته نماند، در اینجا چی میگن کمتر مجتمع ماندگان، در اصل همین چیزها هستن هم بسیار، اما اینجا به خاطر نمایش چیزها کم ماندن. داخل خودی تیاره اینمی خیل گفتی گپا که می باشد. و این هم صحنه که گفتیم که جای استراحتگاه و بار یا رستورانی خودی تیاره. و این هم دیگه طرف ها هست، طرفی دیگری مثلا چندی گفتیم چند طبقه تقسیم می شود. صنف های اکنام یا اقتصادی یا ویبزل یا جای هایی که مردم عادی میشینند. و این هم دوستان خیلی هم بر رستورانش خیلی زیبا هم است. و در اینجا شما میتونید چندین عکس های دیگری جای های جالبی تیاره را ببینید. و داخل تیاره خیلی زیبا هم است دوستان عزیز. ببینید یک چراغ های زیبا نصب کرده شده است. و نگفتن نماند دوستان عزیز، خیلی در اینجا هم توریست و گردشگر زیاد می آید برای تماشا کردن. در اینجا هم چندین عکس های دیگه هم به نمایش گذاشته شده است. و اینجا هم به حساب تشناب یا دستشویی در داخل تهران. و این چونین شما دوستان عزیز می توانید در اینجا از گوشه اینفورمیشن یا که اینفورماسیون معلومات های دلخواه رو به دست بیارین و اون چیزی که میخواین دربارش معلومات پیدا کنین میتونین به اینجا مراجعه کنین. و در اینجا شخصان علایده هستن که مخصوص به خاطر اطلاعات در اینجا کار و فعالیت میکنن. این هم طبقه پایان میره، جای خلبان ها. و ما مرور میکنیم یک بار دیگر طبقه دوم رو و نصیب باشم میریم طرفی سالن یا همون جایی که گذاشتیم. یک بار دیگر مرور میکنیم و ببینیم چونچه گفتیم به هر دو طرف چندین عکس اونجا به نمایش گذاشته شدن و نقشه جهان نیز. و این هم سالن یا همون تالاری که طبقه دوم است. و این هم دروازه‌ای که به بیرون میرود از طبقه دوم. ببینید دوستان عزیز چه خیلی زیبا هم است. یک بار دیگر این طبقه دوم چونچه گفتیم نقطه اینفورماسیون همینجا است. و ما نصیب باشم بریم به بیرون یک دفعه و دوباره پس میگردیم به داخل تیاره. ببینید دوستان این هم طبقه دوم است. میخواد که اگر برای به بیرون از موزه میتونید از این طریق بیرون شوین. و ببینید یک دفعه که ما از طبقه دومی تیاره ایروبوسی از 380 به نوار گذاشته شدیم. این رو ببینید خیلی هم کلان هم است دوستان. این از نزدیک ببینید خیلی هم کلان است. در نوار چندان کلان نمیتوه. چون چی گفتیم دو تیاره دیگه در اونجا هست و نصیب باشه دوباره پس میگردیم به خود تیاره به طبقه دوم و گزارش خود رو انشاءالله باز ادامه میدهیم.
یک دفعه شما ببینید دوستان، ایروبوس A340 و ایروبوس A320 او بالا در اون طرف گذاشته شده به خاطر نمایش. و داخل او چی میگن اجازه نیست برای بالاش تماشا کنی، فقط در اینجا همین ایروبوس 380 موندن اجازه دادن به خاطر تماشا و نوار گرفتن و عکس گرفتن و دیگه را اجازه نیست چون ها محکم هستن. و ما دوباره پس آمدیم دوستان به تالار دیوم، طبقه دیوم، و تالاری که پیشتر بودیم و میریم نصیب باشه به طرف طبقه اول به نزدیک خلبان ها و ببینیم که خلبان ها در این طیاره چگونه طیاره را اداره میکنن و جای نشست و جای زیست و زندگانی پیلوت ها یا خلبان ها آشنا میشیم. این دوستان ببینید چگونه است طبقه پایانی. این هم دوستان جای خلبان ها ببینید خیلی وسیع هم است، خیلی کلان هم است. اینجا هم جای تخت خوابشان است یا که جای استراحتشان که شلپرش اینجا خواب میکنن و خیلی دیدنی هم است. این هم ببینید انسان اینجا هم جای خواب، جای تخت خواب و شما یک دفعه پایان رو ببینید. خیلی از چیزهای جالب و مستحکم ساخته شده از این طیاره. سیر و گشت ما هنوز هم در داخل طیاره در طبقه اول ادامه داره. شما یک دفعه دوستان ببینید از طبقه اول پایان طیاره را، چون در پایان تمام دستگاه ها و سیم ها و خط های برق یا که چی میگن تمام چوی ساختی طیاره در اینجا برنامه‌ای گذاشته شده است. و ببینید بدن طیاره هم که مثلا چی پشت بود او را گرفتن که ببینن مردم از چی جنس این طیاره ساخته و با استفاده داشته شده است. و خیلی هم جالب هم است، وسیع است، خیلی کلان هم است داخل طیاره دوستان عزیز. اینم خط هایی که نشان داده شده است که برای از یک طرف باید تماشا کنید. این هم ببینید لوله ها و تروبه های بالای خودی هواکش طیاره و اینجا را مخصوصا اینها را باز کردن تا مردم ببینن که طیاره در داخل طیاره چی چیزها ساخته شده است و خیلی هم جالب و از حیرت آور هم است این چیزها را میبینی. میرم دیگه بیرون به طرف دیگری سمت موزه و ببینید در بیرون با چی چیزها ما رو انتظار است و میدان میریم دیگه طرف های خودی موزه. چون چنانچه گفتیم دوستان موزه از دو قسم عبارت است، قسم تالار و قسم بیرونی. اینم طیاره ایروبوس A380 از بیرون ببینید چقدر کلان هم است و نگفتن امانت خود طیاره دوستان وزن طیاره تقریبا خود طیاره 280 تن است با وزنهای مسافربران و چی باشد 560 تن را در بر میگیرد. از جهت اقتدار خیلی هم بزرگ هم هست و با این عظمتی با این کلانی این طیاره میتونه که 15400 کیلومتر را بدون توقف یا بدون ایستگاه طی کند. دوستان ما سیر و گشت ما در بیرون ادامه دارد و اینجا هم یک طیاره خوردم است و دوستان عزیز یک چیز جالب دیگر هم در اینجا مشاهده کردم. این طرف ببینید خانه های سیار، یعنی شخصانی که توریست ها یا که شخصانی که از دیگر شهرها و دولت ها میان با ماشین های مثلا خانه های سیار خود در اینجا توقفگاه ساخته شده است. به خاطر آنها میان اینجا ماشین تا میمونی مثلا خانه تا میمونی و تمام شهر تولوز و تمام موزه هایی که در شهر خیلی موزه زیاد است و جاهای دیدنی خیلی هم زیبا زیاد دارد، ماشینک تا میمونی و میره تمام اینها را تماشا میکنی و در اینجا میتونی که از یک هفته تا یک ماه هر چقدر که خواستی میتونی ماشین تا بمونی و از
ترانسپورت های شهری استفاده بره. اینم خانه های سیار در پهلوی موزه آثارخانه ایروسکوپیای شهر تولوز. ببینید دوستان خیلی ماشین و خانه های سیار در اینجا زیاد است. این هم در پهلوی چون گفتیم موزه قرار دارد و ما میریم دیگه طرفی موزه و این ساختمان های دیگری که شما میبینید، انگارها یا که انبارها، اینها همش شرکت ایروبوس باشد. این هم از سمت دور میدانی ببخشید تالاری آثارخانه ایروسکوپ و ایروبوس A380، ایروبوس A320 و ایروبوس A340. دوستان در این توقعگاه به خاطر خانه های سیار یا که دام کلیاسخ تمام شرایط ها هستند. از آن جمله در اینجا آب هست، برق هست و همه اینها را مجهز کردن به خاطر مردمی که سیاح یا توریست میخوان بیان دیدن کنن از شهر تولوز. عموما این چیز در تمام فرانسه رواج است. دوستان میده ما میریم به سمت دیگری موزه، چون اینجا گفتی گپا که چیمون تمام شد و میخوایم که بریم اون طرف دیگر هم ببینیم. در اونجا چند تیاره دیگه هم هست، انشاءالله به نوار میکشیم و برای شما پیشکش میکنیم. و دوستان این ایروبوس A380 و چنانچه مشاهده میسازد. شما یک دفعه کلیسای و تایرای این را بینید چقدر بسیار هم هست و چنانچه گفتیم 4 محرک دارد یا 4 تا ماشین. و دوستان کسانی که امکانیت دارن خودشان بیاین ببینن. اینجا خیلی جالب هم است چون به نوار دیگه چیز میاد و وقتی که آدم از نزدیک میبینه یک مزه خاصی خود داره یا که یک مزه دیگه داره. و اون خود کسانی که امکانیت دارن مرحمت به شهر تولوز و آثارخانه ایروسکوپیا و ما هم وارد تالار بشیم، چون چنانچه گفتیم نگره نیست. باز یک مرور میکنیم خودی تالار و بریم به دیگه طرفی موزه و ببینیم در اونجا چند تا تایره دیگه هم هست. انشاءالله که اونم آشنا میشیم. و چنانچه در بالا ما گفتیم ذکر کردیم در اینجا از تمام شرکت هایی که به هواپیمایی مشغول هستند نمونه های این شرکت ها آورده شده است، در اینجا به نمایش گذاشته شده است. و اینچنین آن چیزهایی که موتور یا مثلا از جنس هایی که ساخته شده از این تیاره ها در اینجا به نمایش گذاشته شده است و خیلی کلان هم هست. شما یک دفعه مرور کنید، یک دفعه ببینید تالارا خیلی دیدنی هم هست. یک چیز جالبی دیگر خواندم در اینترنت، نه همه دولت ها قدرت دارن که ایروبوس A380 فرمایش بدن و یا خریداری کنن. با اون خاطر چندین کشورهایی هست که فرمایش دادن و حتی نخریدن. مثلا فرانسه، ژاپن، ایرلندیا، کره جنوبی، ویلیک بریتانیا، چین، امارات متحده عرب، جرمنی یا گرمانیا، مالزیا، استرالیا، قطر، سنگاپور و تایلند. در حال حاضر دوستان عزیز دولت هایی که نام میبرم از ایروبوس A380 دارن. مثلا ژاپن 3 دانه داره، کره جنوبی 6 دانه داره، ولیک بریتانیا 12 دانه داره. جالب از همه دیگه چی است؟ دولت امارات متحده عرب 119 دانه داره از این تیاره و جرمنی نداره، فرانسه نداره، مالزیا 6 دانه داره، استرالیا 12 دانه، قطر 10 دانه، سنگاپور 12 دانه و تمام. دیگه دولت هایی که فرمایش دادن حتی نخریدن. در حال حاضر 190 دانه تیاره ایروبوس A380 در تمام جهان پروازهای خود را به طور دائم انجام داده شده است. قیمت یک تیاره ایروبوس A380 در سال 2017 نرخ‌گذاری شده است 489 میلیون دلار آمریکایی. دوستان تیاره که باربری می باشد در اینجا به نمایش شده خیلی کلان هم است، چون ما در بالا دیده بودمش اما با این عظمتی مشاهدهش نکرده بودم. این هم یکی از نمونه هاش و شما یک دفعه بینید دوستان ایره. این هم از پایان است، این پایانی تیاره است و اون هم جایی که بار میبره
خود گفتن امانت پیش یا نوکی همه تورا باز میشه و بارها را داخل میکنم، بعد باز نوگش پوشیده میشه. چون که در تصویر شما ببینید خیلی جالب هم است این تورای باربری و خیلی کلان هم از دوستان ببینین. ولی فعلا همچنین تورا برآورده استفاده است شرکت ایروبوس با نام بولیگا. خیلی کلان هم است، بولیگا 1XL و بولیگا 2XL از این کده هم کلانتر و گفتی گپا که پرقدرت تر است. ولی در اینجا متاسفانه او چیز به نموز گذاشته نشده است چون خیلی کلان هم است و شاید جا نیابد. فقط اینجا ایروبوسی سکایلین و این هم دوستان یکی از تیارهای جنگی روسیه بود، تیارهای جت. و این هم دروازه که بعد دیگه سمتی موزه میره یا که بیرون میره و در اونجا چندین تیارهای دیگر به نمایش گذاشته شدن که ما هم میدان میریم و همان سمت. ما را همراه باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز در این طرفه که ما بیرون برآمدیم 3 دونه دیگر تیارهای دیگر به نمایش گذاشته شده است و این هم یکی از تیارهای نظامی A400M. نمونهش هم مثل تیارهایی که در سالی که کشور همسایه سقوط کرده بود دوره طالبان آمدن و مردم افغانستان را، شهر کابل را مخصوصا از میدان هوایی کابل و دیگر سمت‌های کشورها بردن، مثل همان تیاره است. اما او تیاره فرق میکنه از این تیاره و این هم تیاره نظامی باربری ایروبوسی فرانسه می باشد. ببینید دوستان خیلی هم کلان هم است و این هم در صحنه بیرون به نمایش گذاشته شده است و متاسفانه داخل شدن در این روز من بود، نمیفهم به خاطر چی، چون همیشه اجازت هست که داخلی را، چون چند سال قبل ما آمده بودیم داخل ای را ما بنوار کشیده بودیم و کسانی میخوان که داخلی را ببینن شبکه های ما را پیگیری کنن و برنامه های قبلی ما را ببینن، این حتما در آنجا این برنامه را میبینن. و این هم چند تیاره دیگر، ایر فرانسه، ایر اینتر که به نمایش گذاشته شده است در این نمایشگاه. این هم صحنه بیرونی موزه است و چون گفتیم آن ساختمان هایی که شما میبینید ساختمان شرکت ایروبوس خودش است. و این هم صحنه بیرونی موزه تیاره نظامی ایروبوس A400M. خیلی کلان و زیبا و دیدنی هم هست و هم رنگ های مختلف داره. یکی این رنگ داره، رنگ دیگر داره رنگ سیاه که در هوا خیلی جالب هم نمایان می شود. شرکت ایروبوس خیلی شرکت کلان هم هست، خیلی هزینه زیاد کار دارد، با خاطر به تنهایی یگان دولت این رو پیش بردن نمیتواند. در حال حاضر 4 کشور دنیا مثلا جرمنی یا گرمانیا، بریتانیا، اسپانیا و فرانسه این لایحه را پیش برده شدند. در تمام این دولت ها ساخته های چی میگن زبچس هایی که قسمت ها ساخته می شوند و بسته بندی ها که با آخر جمع می شود و کارت هم ختم می یابد در فرانسه انجام می یابد. دوستان سیرگاش و دیدنی ما از محوطه بیرونی موزه به انجام رسید و ما میخوایم بریم طرف خانه یا از خودش موزه بیرون برایم و مجبور هستیم که باز دوباره پس بگردیم به خود تالار، چون راه برآمدم از خود تالار است و ما میریم میده مرکز تالار که تا که به بیرون برایم. و یک چیز دیگر نگفتن امانت دوستان عزیز، وقتی برآمدن تالار مغازه خیلی هم دیدنی و زیبا در اینجا جایگیر شده است. میتونید که از تمام این چیزهایی که در اینجا به نمایش گذاشته شده است یادآوری، همچون نسخه یا همچون چی میگن یک تحفه به خود ببری و بخری ببری. و ما هم میده میریم طرفی مغازه و دو طرف شما میبینید اینجا هم عکس های خود شرکت یا خود
موزه به نمایش گذاشته شد. این هم واریچوی به مغازه چند مغازه کلان هم نیست، اما خیلی چیزهای جالب و دیدنی زیاد دارد برای تحفه به دوستان و رفیقان. در این مغازه تمام چیزهایی که میبینید برای تحفه هستن، برای یادگاری. و من در یک قسمت میخوام که به شخصانی که در ساحه توریسم در توزیان سر و کار دارن با این چیزها اهمیت بدن، چون تمامی که شهروندان خارجی که به کشورمون میآیند میخوان با خود یک چیزی ببرند، به اون خاطر چیزهای کلان و گران و مثلا وزمین در کار است و این چیزهایی بسازن که هم ارزش کم داشته باشن و هم جالب باشن. و این چیزهایی که میبینید مگنیت ها یا که عکس ها و این قلم ها تمامش سیمبال های این شرکت یا این موزه در اینجا به فروش مانده شده است و قیمت ارزان هم است. میبینید دوستان حتی شیوران ها و چیزهایی که میبینید همش به نمایش گذاشته شده است. و اینجا هم تیاره های از توپ یا تیاره های از جنس های لطگی و پختگی ساخته شده است و همه اینها به نمایش گذاشته شده و خیلی هم ارزان هم است به خاطر یک سیاه. و ما هم دوستان از این مغازه چندین چیزها به خاطر یادآوری خریدیم. و دوستان این هم همون تیاره نظامی است که در بارش صحبت کردیم و متاسفانه امروز داخل شدن به این تیاره اجازه نبود، چون از پشتش از این پشت میتونید داخل شید و از این تیاره دیدن کنیم. و دوستان خدا کنه که ویدیو بهر شما پسند آمده باشد و فکر و ملاحظه های خود را زیر ویدیو حتما با ما شریک بسازید، چون پیشروی ما هر یک کامنتر شما برای ما ضرور است و ما میخوایم که کمبودی های خود را اصلاح کنیم. عزیزان اینجا رسیدیم به انجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شرکت ایروبوس و موزه ایروسکوپ شهر تولوز فرانسه. دوستان دیگه وقت زیادی شما را نمیگیرم، شما به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.